پس طلب علم این عبادت است. فهمیدن و آموختن علم این یکی از نیکوترین قسم‌های عبادت است، مثل نماز و روزه. پس این طلب علم باید با دو شرط استوار گردد. شرط اول با اخلاص باشد. اگر اخلاص از بین رفت، عمل انسان حبطه میگردد. اخلاص از برای الله، یعنی هیچ مقصد دنیوی نداشته باشد در میان، نه برای مال و منصب، نه برای مباحثه و رد کردن آدمان بخیرد، نه برای منفعت شخصی. برعکس مقصد باید تنها رضای الله سبحانه و تعالی و جستجوی نور باشد. این اول است. شرط دوم پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی علم را از چیزهای طلب نمیکند که بیرون از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، بیرون از قرآن و سنت باشد. زیرا علم با نوعیتش، با نوعش و با اصلش حساب کرده می شود، نه با کمی و بسیاریش. علم اساسی این قرآن و سنت است. اگر هر کس که علم قرآن و سنت را از خود کرد، هر علمی را از بر میکند. علمی که از پیامبر میراث مانده است، علمی است که دنیا و آخرت انسان را روشن میکند. کتاب الله یک کتاب است، سنت پیامبر یک چند کتاب است، اما مثل گوهر است که با دل در دل داخل می شود، دل مرده را زنده می گرداند. ولی انبار دانش‌ها، کتابخانه‌هایی که در آنجا میلیون‌ها و میلیاردها کتاب ها است که ریشه آن از وحی الهی نیست، برای انسان مانند یک کوه سنگین قرار میگیرد و دل انسان را تاریک میکند. پس علم نور و هدایت است که تنها با دلیل‌های قرآن و سنت و اندیشه‌های سالم، فطرت سلیم صاف به دست می آید. پس طلب علم یکی از نیکوترین و سزاوارترین عبادت‌های است که با اخلاص و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم پذیرفته می شود. بر این نیاز داریم. پس علم با دلیل علم گفته می شود، علم به دلیل این گمراهی است. علم با اخلاص عبادت گفته می شود و علم با اخلاص این حسرت است. بارک الله فیکم. پس این از دلیل مسئله اول، العلم، که آن معرفت الله، شناخت الله و شناخت پیامبر و شناخت دین اسلام با دلیل هاست که هر یک این قسمت را باز ان شاء الله که ما برای شمایان در وقتش بیان خواهیم کرد باذن الله تعالی.